خط خبرها. واکنش معاون امارت اسلامی به سخنان اخیر سفیر ایران. بازداشت 8 کارمند یک کلینیک حجامت در کابل و اتهام فحشا و زخمی شدن هدایت الله بدری در حادثه ترافیکی روز جمعه. سلام و وقتتان بخیر به خبرهای این ساعت از تاریخ 12 ماه سنبل خوش آمدید. ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء امارت اسلامی در دیدار با حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفته است که افغانستان در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و به کسی هم اجازه نمی دهد در امور داخلی کشور دخالت کنند. این سخنان امیرخان متقی واکنش مقامات وزارت خارجه ایران را برانگیخت. رسول موسوی دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییت نوشته است که با دو جانبه سازی و شخصی سازی موضوع نمیتوان از مسئولیت‌های بین المللی فرار کرد. همزمان با سخنان امیرخان متقی کاظمی قمی در مصاحبه‌ای با شبیه العالم گفته بود که تجربه نشان داده هر زمانی که یک جریان به تنهایی در افغانستان حاکم شد نتوانست بقا و دوام داشته باشد. از سوی همین مقام ارشد امارت اسلامی نیز تاکید کرده است که به منظور بهبود روابط لازم است ایران و سایر کشورهای همسایه گام‌های اساسی بردارند. ملا برادر به سفیر جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران به هیچ کس فرصت آن را مساعد نسازد تا به این مناسبات صدمه بزند. این در حالی است که این دیدار روز شنبه 11 سنبل صورت گرفته و دو طرف در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی نیز درباره همکاری‌ها در بخش‌های مختلف دیگر گفتگو کردند. امارت اسلامی در کابل 8 کارمند یک کلینیک حجامت را به اتهام فحشا بازداشت کردند. منابع از کابل میگویند که امارت اسلامی 8 کارمند یک کلینیک حجامت را به اتهام فحشا بازداشت کرده است. به گفته منابع 5 زن نیز در میان بازداشت شدگان هستند. هنوز امارت اسلامی درباره دلیل بازداشت این 8 نفر چیز دقیق نگفته است. منابع روز شنبه نیز گفتند که کارمندان وزارت امور داخلی امارت اسلامی حدود یک هفته قبل به این مرکز هجوم برده و 8 کارمند آن را با خود به این وزارت بردند. این اولین بار است که امارت اسلامی جلو کار زنان در عرصه طب سنتی را گرفته است بیشتر، اما این نظام کار زنان را در بسیاری از زمینه‌های دیگر از کار در سالن‌های عروسی تا کار در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی نیز ممنوع کرده است. گفته می شود حجامت یک روش درمانی سنتی است که در تمدن‌های قدیم مثل مصر و بین النهرین وجود داشته است. و خبر اخیر، هدایت الله بدری در حادثه ترافیکی روز جمعه شدیداً زخم برداشته است. بر اساس گزارش‌ها هدایت الله بدری وزیر مالیه پیشین و رئیس بانک مرکزی امارت اسلامی شدیداً مجروح شده است. او روز جمعه در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار زخمی و به شفاخانه قندهار منتقل شد. تازه ترین اطلاعات نشان می‌دهد که چهره مالی امارت اسلامی از ناحیه سر، دست و پا آسیب دیده است، اما منابع بیمارستانی اجازه ندارند پرونده پزشکی و نوع آسیب‌های او را اعلام کنند. با این حال مشخص نیست که این حادثه ترافیکی که جان راننده ملا بدری را نیز گرفته است چرا و چگونه رخ داده است. پس از این حادثه هدایت الله بدری با هلیکوپتر به قندهار منتقل شد. از سوی هم به دنبال پخش این خبر بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی این حادثه را تایید کرد و در بیانیه نیز نوشته است که هدایت الله بدری به طور سطحی زخمی شده و سلامت و قابل اطمینان است. اکنون هم پایان خبرها. برای دانستن مهمترین اخبار کانال ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تا درود بعد، بدرود.